هستی یعنی ها. آره یعنی تو نهله فکری هم بعضیشن که نه ادامه آیی جمهوری هن لاتیشن نه اصلا همین مولا محمد تکی کلی نه ماجرا. همین مهدی کیششن که در گذشته مهدی مرتشن اصلا بعضیشن 1500. نوریه، اصلا ها 4 روایت مهدی راجع به نور. مهدی هست. مهدی مهدی نور. نوری، مهدی چیه، بله. یعنی خب نه مهدی امی باید که اصلا دست نداشته. 1569 متولد بوده و ام. 1650 مرده، نه امی نگیب ام. تکی که بوده. خب نه دیگه آما جمهوری داستانه بینه. نه جمهوریو که سال 901 در مکه که در مهدویت که 910 میری در پره. 910 آمدی درست در فرد. ها خب ولی ایشی که 1569 عصر صفویه بی که آره. ای متولد بی 1650 میری. نه قمری آیا کن تاریخ آی اشتباه قمری نکنم. درست. یعنی آره همه قمری. یعنی ای قمری آره مگه سیکنه 847 خب متولد بی تو 910 میرید. درسته بی چند کره میلادی. میلادی بی 1430 خورده و 1505 میرید. در چون به 4 مهدی قائلم تهوچیان بودن سه که اما دو رازهی گوشتگم و در خانم آه. تایید کرده و 4 مهدیشان قائلم که مهدی، ولی در مجموع هر 4 یهدا و ربطه یعنی منصر منجی نه مسیحیان شان باشم مهدی یهدا و یعنی پورتو و اشتاشتا دیگه دیما، یعنی ما اون نباید منتظر به مهم نه ندانم مثلا. ایشانی مسجدم که تا گشتگی اما ذکرانه 5 وقت نماز تو گربام و نیمروچی و روز دردی و سرشپی نیمنگامی. خب ذکرانه تا گشتگی حذف قبله یا محراب ایشانی ذکرانه که من دیستون شبیه بشمه مسجد هنه ولی محراب ندارن ولی جهت مهراب دیم ندارم کعبه. من، مهراب جهت دیم ندارم. کعبه یا دیم کوه مراده. نه دیگه اصلا مهراب ندارم که جهت قبله داشته باشم. دکتر یک دریو دارند یک دری آش که نیم خب یا درسته کبله یک در دارم، ورودی دارم. ولی شما مثلا وقتی شما کل داستان در همه دانه شما اصلا دیگه چی قبول نداره آنگاه هرچند که هن وقتی گونه چبرده شما قرآن هم قبول داره نزن فلان هم قبول داره ما ادامه همه داستانه متوجه یعنی به نوعی دارن تغییه‌ای دارن یه چیزی دارن یعنی نعاکشی لا اله الا الله. تمامشان رسول، نزل نور تمامشان پاک رسول. مهدی رسول الله. مهدی بله مهدی رسول الله یه دیگه آه. الان اینجوری یعنی یک میکسه یعنی من فکر که یک نوعی صوفیگری بسیار بسیار عامیانه گپتا گپا. الو اتکی کجایی بوده دکتر؟ جمهوری و آنگوره بوده اتکی کجا بوده کجایی واقعا بوده؟ نکنیست تا سندیه اتکی بعضی من جای وان تو باش سندیه. من مشکتون سندی آره همه ردیان تاک ما وانتو به نظر ایده سندیه. ردیه کمو که باروت ترنده کن. ردیار که عجیب غریبه یک چیزای برشان نسبت دامن که اصلا با فرهنگ بلوچی هم ناسازگاره. یه قبل از هر چیز بلوچن دیگه نه ها چیزانی که باشنتش بندگان خدا اصلا معلومه که تهمت دارن انگیشتر شرف تهمت. هستن تو اون تهمت دارن جانم بشاره. تهمت انگیشتر تهمت. ولی عجیب شاد به دنبالشیه که الان سکتته وصلتانش وصلت گویه دیگه لیلای فکری یعنی گو سنیان دارن خانوادانش یکی هم ملک و املاکش یکی هم یک سرزمین تا زندگی کنن یعنی یه نوع همزیستی عجیبیه و معلومه که داره رو به سمت بومی بودن یک نهله فکری کاملا بومی پاسنر هم سر تایید کن بدل خانم تایید کن و وطش مثلا با آدمانی که برن داتا گستلت
زحمتان آب مصابان محمد صدیق کشتن. بعد اکثری بزرگانش دارنشن که آقا ما زیاد تفاوتی نداریم اینجوری و بر بلوش بودن و بلوچی چیه وقتی خیلی تاکید کنن. دکتر البته امی باره لوटे گپ بکنه شما یه تحقیق که کاری کتشی شما وقت پدا هم که نزدیک شده کشن دیگه جی بله، جی بله، آدمان بوده نامانش ذکر بودن کسانی که البته لیست خیلی میگه اشتریم، ولی آتیکه ای که ما که این مقاله یارتن همین مردمانه که نامانش تا فهرسته هستن 6-7 نفر، ولی آن لیست کلی خیلی دراشتره میگه چی یک تیزی سیبته نه چه درون تیزی سا ای مقاله داره. ماشی کجا چارت کنه دیت کنه وانت کنه والا باش بشواران نداره اگر پشما دیمه داتن. حالا ایدا کسانی نبی که من کپی کنانی پدا من پٹانی اعلان چون تا کوپیه کنه نه یه من مقاله لینک 20 تو انا صفحه‌ای کپی کنم تا پاتری تا یک کاری بکنم برای فصلنامه جامعه شناسی تاریخی من پتن لینکا فصلنامه هستن دانه هلی هر کسی لوٹی پو کپی کرد برای تا لینکا ها ای جوانی ہے بری بود تا یک لحظه ناجازه من برای با ما لینکا پته بودی که ند یعنی شی خوب این که متعلق به یک قوم نو مثلا تمام قومانی تای چیزی که تا من فکر کرده دکتری شاید البته من زانته که مثلا این جکیگوری ورای سرباز منطقه ناکو ناکوزاک و توزاکن کشکور و این که بوتگن شتگن تانگو ایش این که تمام قومان تا بوتگن متعلق به یک قوم نو نه تاریخی لحاظ ما قرآن و درست تمی حاکم بیتگا تو دینارشا گیچکی انا بیچار یا آیا چی پیش من ازانا دکتر عظیم گوشت که یہ حاکم بیتگا ما قرآن مزنه منطقی بیتگا گچک ها اما گچکی و بلیده ای شان جان ستون فکر تی چی تی واتساپ من داشت پته دیم داد چک رسیت رو با عادی گلی صبر که من چاران یک لحظه جالب جمهوری که شه هندوته اصلا در هند رد پای هش از زگریا دکتر نه ولی بوده مهدویونی دارن در هند. خب شان در واقع در همین اواخر عصر تیموری هن، اما در واقع نه مربوط گوکانی به ها. ما نه اجازه همچنان داره عرضه کن در درسته اواخر عصر بیثباتی اخلاقی و رشوه و فساد و هر چی که تنامه بگیره با حساب مروچین سبک و بیثباتی عجیبیه یته و ایشی و اکثرشن کسان کار کردن مثل شدریشی آدگرانشن قمرالدین دیگران که ای در واقع وقتی دعوت ها بر همه اساسیت مبنا هلی و بودن مهدویونی هستن گوشن ادامه همه جمهوری. آخه این 901 که در مکه هجری البته هجری منظور نیست در مکه دای مهدویت کند و 905 که در هند چیه کند اما سلطانان گجراتی چرا دیمه ده
ما تبعید کنم وتر رو دیگه عرقش من بعد ننوشته دیگه رود ولی نوسوده نداری در بودن. فرا دقیقا حالت تبعیدی داری دیگه. یعنی گندی بودن سر صبر این قضیه شیم که به سمت فراه، یه در فراه گوشتی بودن بعد. زیارتگاهی بوده بوده دکتر در کجا؟ در فرا بوده من نوشته حتما آرامگاه و دیگه بعدا برن بزرگی بود، شاید هم جنگی و پرچه میداری نزانی، ولی در بودن هم بری ته فراه هم بری یادم. برنش بده چون ما بجنه بحث ما ما آدم بحث شیک تاریخ صرف و بیاره نبوده. هدف ایدان در این مقاله ایشی بوده که ما تحولاتی که بلاز جامعه شناختی te بین خود بلوچان چون کاشی آداپته بی به عنوان دین یا مذهب بومی ایشی پر ما مهمه. تاریخ هم جاهایی آرته تا حدی که کمک کن به ما که در واقع سیراب باشن، وگرنه زیاد دنبالشی نبودن که مثلا برن گندن که بودم به هر حال تفراه هنو به عنوان زیارتگاه یا نه، ولی بیت کتابان پرچنا سورسانا تا آزمینا گنده که تفراه هنو گذاشتیم. من سلام عرض کنم دوست دیوان و بزرگواران عزیزان استادان. من توارها یا نه من گوره بلوتوت بند کنم بیاد گوشیم سلام زگری یعنی سعادت سلام علی جوڑه زندگ باته. من توارها یا نه تیتوار برابریم زندگ باته. شما منی بلوک پیر و حمد سنبهی نگاه نیما شما رو یکی سی باشم. منی مات پتنام حال شیروانده آی مات بی دور ببین بی دور بی مولا عبدالعزیز چوکه ملا عبدالعزیز شیخان کماش بیتا کابری مچانه و کابری سرا چوکا می دو رایا نوشته کتا نی پیروک شای مهران مرحوم شهیدی رابطه من زامات کا ملا عبدالعزیز زورتا بلا آی ماتا بید گلبیا نزورتا نکاح بیتا بید گلبیا نزورتا که تو می امداد نه در صورتی که شیخ مهران ملک کماش بیتا سیادی هم دیری بیتا بل شیخان کماش اولا ملا عبدالعزیز بیتا شیخ ملا عبدالعزیز نام بیتا این شیخ ملا عبدالعزیز شک نام دو را مردینی و سه جنین بیتا سه جنین چوک یک منی پیرو کماته نی اشام که رندک جنگ بیتگا یه تربت شای منی سیاده نزدیکترین شای حیدر وفاتی براتی هست شوکته. بعد جزئیات یادگیر دل من این خاطراتی شما رو گشون شیه که مولوی عبدالله صاحب واجه استاد دادیار هم زام بلکه اشکتی واجه مرحوم مولوی عبدالله صاحب مولوی عبدالعزیز پید گوادروچ پیرو که مسجد امام بی. بعد یک روچی شی گلابی که یه ودی عبدالعزیز وفات بیتا شده مرتشده کماشی به شی گلابی رسید. نه البته پیش چشم ادامه بدم تا زمانی که شیخان او دا پیشکار بیتگن پیروکا هر دیوانی سولی چیلیک بیتا درستی مخارج همین بردگی شیخان پورا کتا همین شیخان حمایت کتا نی دیوان گوڑا مولانا مرحوم مولی عبدالله صاحب همین دیوان گوشید که شر او شی گلابی تو آتکه گئے مروچی تر یک جوشی کنو پر دل و سیت بگاش گوش بله بگاش واجه من گوشو گوشی شما وقتی اصلی عقیده بگوشی گوشید که بیا که مهدی آتکا احمد یا محمد رسالت ختم و وقتی کتاب نام گرفته ساعت من یاد نه برهان آرتا فاروق منسوخ بیتا نی همه جلسه تو که مرحوم مولد عبدالله سوگند یاد کرد که شیخ صاحب تی وضعیت خوبه
تو چما کویتره یا منا پیسر کش یا ما شما رو کشون وتی اکیده یا پیروک دور کا تو کا گوشی که تا زمانی که من کشکار هستم دیده کس نکشید نی بالاخره نی پدا مولوی عبدالله صاحب گو میر کمال هانا سنگ بندی که وقت چوک دا میر کمال هانا و میر کمال هان چوکا سانگ که و چی میر کمال هان چوکا مرحوم مولا عبدالله 5-6 مرد چوک هسته از جمله مولوی عبدالرحیم که لندنه. به هر حال قصه دراجه نیرنده میر کمال خان و مولوی عبدالله صاحب که هوربه و پدا یه توکا یک میوتی مردمی اشی نام همه عبدالعزیز نماسه دو رای چوکه یکی به چپت ماتا اشی مسلمان تری و بر علیه زیگریان تبلیغ کن ساعت تبلیغ کن در صورت که سیادی هم با واجلی اما این شیخ گلابی دو رای چوک کتا نه سیادی بیتا در رای سیادی بیتا همود کشکار بوده گنتی مچانا کشکار مچانا یعنی جاگاه انگاه هستم همودا بیتا نی ملا عبدالعزیز گو گلابی عدید جزئیاتی هست که منش نگوشم مسائل باریکا پرچه منوت خانواده دیگران خانواده اگر من بگوشم صلاح نه من بیطرف هم بیت نکنم بل هنچو سربرگیش مرگوشم ای اختلاف پیدا کرد اینگو گون جان بعد تا حدی که ایشان تصمیم گرن که هجرت بکنن منی پیرو نور محمد کسرکند بی کسرکند مرا کم که میل که بگانه همو حامین تیم بی یہ کایاں جماعتان شیخ درچست با کایاں بجز مولا عبدالعزیز و صادقان که یہ ناکوزات کتیزات صادقان وشی من مسلمان و من کار شما نی بل صادقان گوهار و چوکا چوکی مولا علی بیتا حیدر بیتا هور بی ایش کایاں یه جایی گواردشت نامی وشی من شما اشتادیرین چیه من نزدیک دپیگواز دمگواز هنچی جاگاهی عمود دارا نی پیروک ود نبی بلوک صحیح بی میتگیش گوادروش بی بلوک من پیت خورد بی دیگه آدک چوکا مهران زیدی ترود و جنینی که همودا وشی تکمات کن شو پترا نور ماد دانه شو پاش داده شما همین چه ساب کرد در نور ماد که او شما این چراغ آتکه ما پاش نتر ای کایان تا جکی گوره بالاتر شما نیمیتگی هست بافتانه یا بافتان چیر نیمگه بوده شیپی حالاتی ماچا پیچی مزنی ها شما بسته پروده هم دا کایان ارد کنن چاری مگه میر کمال خان و مولی عبدالله کایان نیک کایان تو چی کنن شای گلابی دستا چست کن که او مولوی تو هر چی گوشه ما شهادت کارو هر چی گوشه ما کنو بله مارا مجنه مارا مکشه اوشه نچه تورسا بیچی بی تو براخره جنانتی 7 نفر جنگی بی بعدشان حمله کنن که جنینان دوران در کنن جنین بشه بابا من نمیگم ایشون دوران واد در کنن ده نی چی 7 نفرم بجوز گلابی که مولا عبدالعزیز طرف بی آدک ششی درو وتی معتبرات بند معتریزات و ناقضات مولا عبدالعزیز وتی کشگ با نی رنده پدا مولی عبدالله هم حکم داد کسانی که ایشان دفن بکن 2 ساعت آی جنین اطلاق که گل بافتانی پدا شهان سیاد هم گوشی 1000 چه اطلاق یه گرگران یه مردگان دفن کنه آدیگه پادگان روان تربت او ده اما خانکلات بیت انگلیزان حمایت بیت نی بعدها شان بنیاد کتابی دیگه چی خاصی کتابی نیست نشه حیدر گوما کسه کو مرحوم مولا علی چوکه مولا علی مات من پیرو که حقیقی تریزات که پرچه دوینان مات بخاری
میردورهای چیان گوهار بیتگا حیدر گوما کسا کو من مرحوم شای نوری نشتگه دعای نوشته منی پیش داشته دعاهای اسلامی که وقتش جمع کتگه که پرچی مارا هیچی نیسته و پدا من حیدر بوس شانی زگری خانه بودا همین کوه مراد های منطقه میچیکو بعدش هم زگری خانه سک پور سیل من گوش شما دست کم حیدر تا هم دایه شوتی همین مسجد ها شما شد صفا کنه مرو چون ترکی زاد شد کنه میچی کنه بله بنیاد فلسفی یا صوفی یا دیگره آیا من ندارم واجعلیم یک سوالی آیا شما اصله رحم آهنگ دارد و سانگو بندی هم کنید یا نه شما وادی که تودا ما اصله رحم داشته بل سانبدی نکنگم نمونه ایش این که حیدر من حیدر ناکوگی هستم صادقان چوکن خدای بیامرزی مرحوم عیسی ایشه جنین چوکی جنوزامی هستم حیدر پدا عیسی حیدر مات ناکوگ حقی یک و دومی حیدر پته حقی ناکوزات کا سال 2008 آیی که خوب من ای چوک جنوزامی سانگی کنم چوک کم ناکوزات کن بیدره گوره ما هم ربطم آیه گو مولوی عبدالحق شما اشکتا یک مشهوری عالمی طلبت مدرسه رئیس خدای بیامرزید یک قوم پرستی ها آیا کول داده که من ترا نکاح کنم یه دیگه مولا هم تو بر نه من حیدر امراه بیتم من رفتم چه ملکا تربتا سال 2008 همین سال که کار هم آتگه بازی خسارت داده رفت بودا مولوی عبدالحق بودا نه یه دیگه مولا ما حرکت جز که بیاید این مرد نکاح کنه قبولش نکو بعد عیسی وقت من زیرو من هم برازات که هم من نماسه من زیرو من هیچ حرف نی یا بری گومن گفت من چه مار لوتو چه لوتو مگه عیسی تو چه لوتو چه چه حواسم تو کنه اما ناکو گفت شر زورتا بله مولایان میں اهل سنت اجازه نداد که نکاح بکنن این رندا میں قومه و آیان دیگه سانگبندی نکتا زمانی که من بلوک پیر شیمیران بیتا آی مسلمان دارد همچنین که دیگه 24 ساعت چی بیتا نماز و میچی چی نبیتگم که بخشم پیسر بری رفتم دیدن شیخ نوری هو نی پدا یک کتابی وجه حسین بور رو ایشان تهیه کو سال 1997 96 97 نامی من یاد نه ولی 200 حدود 200 صفحه تحقیقاتی وجه ایوب حسین بور یا هوشنگ نورایی دیگه نامی و همین سنگتان منش منابع جز که منگور حیدر و شیخ نوری معرفی کردن شیخ نوری ها بیچاره یا به سهو یا به عمد من پت نامهور کتا که شی فلانی گم بیتا فلانی نوروان شکر من جنگا چینه داشت من پت هورد بیتا حدود 6 سال یا 7 سال بیتا آی زمانک نبیتا به هر حال وقتی که وقت منبع من در داتا آدگی که بروم و پدا یه وجه که شو پیسر نام گد که ایتالیا وجه بدل خان آیه هم بازی جسته چما که و پدا تربتا نندو که نزدیکا دیده گفتی هم سنگت سالی انگو شان واننده و پدا راست بشه همین راست بشه کومیتگ هم ملا شیروهد آیان وارسه نزدیکا ملا شیروان ملا ملمت فیت بیتا و پدا هم امیر ملک بی که پیرو که دوزانه بعد نی واجعلی یعنی کومیتک هم زگری بوده هاوه هاو مولا شیروان پیت مات چه شیهان هم شیخ بلیدی و ملازه درست شورا کومیت اک هستا انگتا بله ای مسلمان ها نکدی فکر مسلمان کنی در یک همی مچان کشکور یکی بابتان و یکی همی تربت منبع اصلی دکتر عظیم همه دانا ادام بیتگم کشوک که من مطرح گوشت شامراد یا شاموک
آی هم آدرس منطقه ده جکان انت بمپشت جکان. و بعد هم شما رو کسی شرین گوشم که آهشین که یکی مولایی هستم من در کتابی که دکتر انعام الحق کوسرا دانشگاه بلوچستان سال 1970 نوشته نامتی شعرهای پارسیگوی بلوچستان بوده. من حالا مولا نورمحمد کسرکندی یا دیگری ایساعت آی مولای بلهور کسرکندی هل لغادونی شیخ محمد بود. آو شای اومد کسر کنتیش مهربانی آی نامکاری جالبش این که آی شعر تو گوه این همی به زبان فارسی این همی شعر مکران که مولوی عبدالله صاحب الله بیامرزی ارکوته آی مفهوم شکل تقریبا درو مثل همشی هم پرچه کتاب تو که نمونه یاد بده نی یه منی زانت تانت ای چما زانت بل من سیاد وارسا نزدیکا سنگ بندی بروچان نکنه او پدا وقت سک متاسبه هم پرچه من دیگه مسئله پیش آد دیگه ناکدات که ما را هسته حیدر معتبرات آی چوبدر جنین تا هم معلم جنین ده هم معلمیه نی ما چی ملکا لوٹ در این درگه که آی چوکا نکاح بکنن گوره آیان قبول نکو شرطیه که من چوکا شما برای دینی کار مداره گوشت شهر کار نه بلی زیگری پدرانده باجی تا کنه خواجه مطمئن علی کنه شما گیشتر پشیمانت یا من تجای کشکتون کشکوری گیشتر وطرا پشیمان دارن که مبت کشتن تا مردمان. کیشکاریگا نکشتن کشتگا مولى عبدالله صاحب و میر کمال ها کشتن من ازم تو زانه میر کمال ها یا نه میر کمال ها میر رمدل شو کرد البته یک کوهروک و بریسک نشتگان بله سیادی ها میر رمدل می پیش میران تیزاد که ماتش بخوره بله بریسک و کوهروک نشتگان ما اینگو کشکو نشته پدا آیان سیادی بوده افسکان منده و اونگو هسته هم نی کشکور مردم انگه درده پسی گوه شیهان روگا تولیگا یا منطقه بوده پس زگیری که تا زمیندار زحمتکش یه دور شده آواران نشده ما متوقف کنه وجه استاد عزیز فرمایشی هستم بفرمایید وجه بفرمایید زگریانی امیر یه وحدی کی بی یه وحدی که واجه پتوای جهاد دا زگریانی خلاف کن گلابی بی شای شیخ گلابی گلابی گوشت شیخ گلابی و شای گلابی وقتا کشا بی جکی گور اه، بابتانی ها اما که را چه جنگی 7 نفر جنگ بی شهیدی تلفن کنا ها خواجه عزیز گلابی شهیدی کنا امودا شهید کنه بله 7 نفر شهید بی مردین بل جنگ جنینان نه جنگ مردینان کشا و پدا جنینانی بریسک بودن دو روچیا گوشی تلانت زورته و برته چون شه نزده چه ای گوشش لولا کش هم برته و برته یه حمله جنین کنه که جنینان دور را به زور بکشن جای وقت جنین در کنه که ایمه دور را به زیرتش بل ما را دازما جنین وقت می چیز جنینا کشتن نه جنینا بلوچ سنته که جنینا نجنه بلوچه ویتی سنت سر عمل کته آیا مگوشتی هم بلوچه جنین نجت ناکو عزیز قدیما بروچان سنت جنین تو کشنه جتنگه بل بروچ هنچه جنه سولنگ کنن اینا. آمه یادی هم دکتر غنیمت درست کرتا انشانه بنوان غنیمت تو کافی غنیمت جنگی واسه غنیمت هم انفال نه آه پاک اون گوت روزا کن اخوزا کته دیگه دین همشی مگه ابو جهل پیغمبر ناکو گو ابی الحکم عمر ابن هشام او امیر شاعر شیخ محمد درافشانی هم گوشه یا کسی کندی او بود. درفشان ها علی جان من یه مقاله پته هم دیم دا تیبوان
و موضوع هم گوشته که دکتر نورایی یا مقاله من استفاده کرده اما شوهاست تا چاپ داد. آه. مقاله چیه نه باره خود ما کتاب شاهازه. واجه هم همین ذکریان باره. حتما ضرور وانانی ضرور برو من اشعرا پشما هم دیم دانا کوزیس پشما هم دیم اوندا برو اشعر من پتو روان کنم که اشعرا بلگو دیگه شی چاپ بوده ولی خب برای تحقیقات بعدی این مورد حتما در دو واجه حتما حتما دیم حتما تی باز مهربانی دکتر تو پر من راحت من وانا چارم داتو پرچه بلکه نامش لحظه الی جان تسمع هم زیاد شما هم ناکوزیزی واتساپ و دیمون داتو ندو. پرچه که ممکنه لحظه چیز ماشه مشتر یاد بیایی وانا شما خدمت عرضش کنم. زنده باد. سلامت بنا. تو که همه وادی که مقاله نوشته که من یک فونی بکتی شرط این شعر تو بشتیم همین دیگه من نزام تو ندارم که همشهری داره ولی پروانی پده مردم دیگه کارم تیاری نشونه. بالکل بالکل واجه مولوی عبدالله گوشم مزنی مردمانی رد بن واجه البته وی فتوای سر داشت و اعدام به سر هم منتی که هرچی دولت ها کد که تو بگوش که من نکته گوشتی نه من گوشته نه وی فتوای رد نکنم خوبه. نامه من تعداد من چه نکو همه زمان من پکه دیم دا پای نورایی همه زمان که مقاله نوشت آی فکری استفاده کرده اصل نامه میگوره هست که نامه نویسه همه مردمی کشان روان بودم به کنسولگری ایران دوم که آی دوم به رضا شاه دوم اصل نامه هست با امشای فوق العاده جالبی حتی شهیدان ویتنام گرن کل داستان گوشه که جناب رضا شاه پدر تاجدار چو بوده مکسه گویی واجان یه بوده که نامان نویسی همه ذکری هم نو احتمالا رضا شاه بعد دستور دادن به دادگاه ادام آه زاهدان گوڑا آه مولی صاحبا یا لوٹن یا اینکه مردم دیمدن بودن که بابا این جریان چیه بوده که اما فرماشش که گوش که بله من نیته که من فتوا دادم درسته باشه آه نامه وجود داری سند وجود داری آه دکتر جان وجازید یک شهادتی من دیم که من گوتی شخصا اشکود دیوانه واجه مولوی عبدالعزیز رحمت الله علیه که گوشتی که این دیوانه سه چهار نفر هست مغرب تیم ماری برد کن لوگا واجه وقت آپارت کسی مرد نیست آب من دستان گرفتن و مردمان آب داد بعد همه کشکور مسئله زیگزگانی بودواتی مردم یکی ای پدر خانم شنبزایی یکی دیگریت دو دیگرت نی هم کشکور مثلا پرچه منی که آب من گرفتم شها باش منی تعریف داد کشکوری که مردم خیره وقت زیران دیگران نیلن نی هم دا کسی یار که من پیت خدای جنت کنه بل ادا ناحق کتا اگر من دست بیتیم من به دیگر نمونه حکم داد من حکم به قتل آیان نداد ایشی من شاهد بیتیم و من بودو گوشان چه وقت مرحوم مولا عزیز رحمت الله علیه اشکر یه چیز دیگه علی جان من هشکته البته چون هشکته تون و دیگه سند چه نه این جاها دیگه افرادی یک مسابقه تایید نکو من دا هور نکو اصلا می کارم نه چی چون من کارو شید که سیر در واقع بومی بوتن آب گوشی با این حال ایشیه که ایشان نندن یک مناظره کنن در مناظره ظاهرا شیخ گلابی دلیلا سخت قویه و پیش از مناظره کل همشه بی که هر کسی درتی بیتن نظریاتی آدگر را بمنی نو ادا مولوی عبدالله کاظی صاحب
گولا چیه کن این مناظره پروشی تو یعنی اینکه در مناظره مغلوبه بی ولی بر اساس قولی که داده عمل نکن چی می یک دو جا هوشکت ولی دیگران تایید نکن بازا حالا نزن شما چی هوشکت کشم مناظره بوده جی وجه دکتر صاحب نه چیزی که ما گفته همه کسانی که دیوان بیتکن من جمله من پیرو من آدگ پیرو دیگه یکی هست حمود گوارسی پیغامت لشکرهان البته عرض بکنم بگه چه مولدات کریم یه دیگران سواد نبیته او را بحث نبید بحث یا بحث دیوان تو که هرچی خلاصه بید ورگو چرگو چه نبید تو مولانا عبدالله صاحب هنچو پیش که شده شای گلابی مادر تازه آت که قدیمه شما بارا با باز چیزی باشه شما بوده اصل عقیده بوشه مرا کار نی بیا مرا کار نی هر کا بوده خبر کا نی وقتی که آگوشی که برهان آتکا قربان منسوخ بیتا مهدی آتکا محمدی رسالت ختم بیتا نی هم دا مولوی عبدالله صاحب سوگان دیاد کن که یا منو بکش که قوی تره یا من تره کشم این خبری که من عشق نی چه دیگر بحثی ببید نه برای اینکه او در دیگه وانده و چی بگه همین دوینا آروچی جلسه بوده نبیته بله سرچشمه جنگ آیان اختلاف چمود و گوادرو چه مسیح پیشاد کرد متاسفانه منی زانت مطابقه انگه تاکید کنم مسیح گوادروچ آجا گوادروچ هنی هیچ نی مردم هنی به خاطر که شمار هیچی نزده بوده درسته ول یه موضوع کشه منطقی تره ایشی که آه. جناب عالی دارشه منطقی ته به ذهن گهتره نندی تا موضوع که من ورس hoş که نه دکتر ایشی اسر منم شه عبدالقادر رئیسی اشکتون کارمند بازنشسته مخابرات شهما کشکوره همی واجلی هبرم اشکتون عبدالقادر من برازات که شادوس چوکه ماتی من حقیقی ناکوزات که پتی همین ناکوزات که ها خودت را خیر دم پا من همی قصه عبدالقادر کرتا او نه قصه هنچشه خلاصه بیته پچه او ده دیگه بازی مزنی وانندهی مردم نبیته واننده یکی شیگلانی بیته دومی مولی عبدالله صاحب یکی من هم پیرو که مولا داد کریم که همین چون نماز ده و کله نویسه ایزانتا آده دیوانه حتی من پیرو مرحوم حاج نورات هم بی سوادی بیته فقط قرآن معلم آقزانه حالا یاگو کشکوری مردم هم پشیمان اوتن که پچه اشتن که کشتگن گلابیا یا پچه اشتن بیجا یا پشیمانی شمی مردم آنو ما اشکتن من دقیقا نوا جمله نوشانه مگه پرسی که نه پچه مولی عبدالله دیم نداشتن بالا جان من فکر کنیم مثلا یه حالتی که بجنیگن نبادی اتفاق کبتی دقیقا مثلا دکتر پلان دقیقا وارث هم پشیمانی یا اینه که خاندانی هن یا خاندانی هن. بله اصلا سوایی پیشکوری به لحاظ هم اقتصادی ملک ضرر کن به لحاظ حیثیتی ملک ضرر کن و دلچلی بوجود یاری و هنگت سلسله تا حدود رو گندی ما البته شان جان تمام مسئله هم دیگه به لحاظ جامعه شناسی نه جان یک شرمندگی زانه یک شرمندگی دکتر جان کشکوری انگه تک افسوس ورق پرچه چو بیتا و زمانی که شیهان او بیتگن وضع اقتصادی ملک هم باز شرطر بیتا پرچه که آدم های فعالی بیتگن و بعد وضع مالیش هم خوب بیتا ملکش هم بیتا چه دبکور بگیر تا پاکی کشکورا تا برزا تا کومیتگ و آکاشتر برو او کسر کن تو زنه باشنده هنشان سیاده نزدیکا شیهان باشنده کسر کنده هن نزدیکا سیاده یعنی این ملکا سکی مزنی رحمتی بیتیم بل خود قسمت بیتا پیرو کا افسوس وارتگا شما صاحب کتی منوعات کن بل خیر پیرو زمانی سیگوی که آکوشک بیتگا الله شبر حفظ کن ولی ما یه چیزی گوشین دکتر پای زمین و مچم در کاروتا لحتی شی کشگ و شیشانی در کنگ پایدک برتگن من باز نگیرین نشی این مسئله نه هم دیگه هست طبیعیه این مسئله طبیعیه بچه تا هر جنگی که دوره باستان بگیر تا الان مقدسترین جنگانه بگیر بخشی همی مسئله پیسر ناکویز زگوه انفال دیگه حالا شب
نقد جن در واقع چیزای نقد بگیر تا ملک و املاک و چیزا چه طبیعیه دکتر هم یان دیگه. فال باس نه امی جنده نه ناکوزا کلی داری کدوزا عرضه کو کنی، براس کلی ای داری پایده عرضه گبورتا کنی، وارس دارین عرضه کنی پسر ناکو که ابو جهل من که بوده. خب دیگه حالا بحثا دیگه مش ما برندیم نه. یعنی کلا در یک پای هر جنگ اقتصاده، هر جنگی تا بیا اما هر جنگ شد نزننده مشا آنالایز کنه. یه بخش جنگان همیشه چی این دیگه یه گروه نفع با دیگه بلاز اقتصادی این واقعیت. دکتر جان پیشکار آن برای بلیت بجز افغان شما کسانی پیشکار که ما در هنی جاگایی هست مرکز تبلیغ میشن پیش مرکز تبلیغ مزنی ملکی هست چی زمانی که اصلاحات ارزی بی بهایش که اصلاحات ارزی پول گرفتن 10,000 تومان آزمان سال 1346 من کلاس اول ابتدایی تو مرحوم حاج گل محمد از گفتن ایده ملکش هستم ملکا الان مرحوم این دستا جان الان کس شما ملکا منتفع بی استفاده کن. بچه شیهان جرینده بازی نوتی با کو دبکور بورتگش پشتش کتا دبکور همدا که کشکور راه هکس نی چانی مگا که کایت پولا وزه به طرف کشکور کرسه دست راست ای زمین ملک ای درو شی بهرام میگا و آن نمیگا هم شی بهرام میگا یا حکم منی داتا که تا منی وکیل پچش گرفت من که ملک در در انگا حکم منم ها وقتی از همه سال 2008 به تاب وات نوشت بدون که منی بگوشم حتی شاهد همانی بس آی برازات کا فعاله نام شموش تنی جز دکتر مالک گروپی همایی قبول کد خو من ناکو خط بعد ایدگه ملک بهایش کتا مثلا مولا علی و ملک بهار کتا بله بگه شیهان طولگات مردم تا طولگات مردمان ملک انگه هستا بهار نبیتگن وتی مسلمانی سیادان دستایان شیربنان کشکور او در برزاکروی دو کوربیه که شیربنان یکی ماتکور شیربنان ها بهترین زمین همین طولگات مردمان گه و انگه هماین دستان کسا دست نجیتگن حفظ بیتگن و پدا ای مردم شان چه دا پادت که طولگاتی شدگن آواران ساکنن نی ایدا سیاد وارستش دیگه هست که همی بازی نشده او دا ایران شهر همی میچی چی اول مان به هم میتگ چیه مشتبه دست چپ منطقه نوکی نجات کتا بازینی هم دانشتا لحظی چهوار شده نشتا بل ملک همشان دست آیا و پدا جان یک ازیت کتا کن نمازی یک ازیت کن ابدا آدر اقلیت بیتگن این خبر هر کسا در گوشته درست نه تا منی حد زمانه گا پرچه من تا زمانی خبر کنم من پیرو که زمانه گه پرچه پیش آیه من نزانم پیسر آزمانه گا فکر نکنم کماش منطقه تقریبا درستی مدت من خاندان بیتا نور محمد بیتا پیتی مهران بیتا مهران بیتا شیروان بیتا شیروان درویش بیتا و الی آخر برو تا تقریبا نه یا 11 پشتا یه کماش بیتگان چیز نبیتا که آیا این چو جاگاه ببید جورتش ببید نمازگان دفسه بکنه هیچ بر نکته البته یک کاری بیتا مولوی محمد عمر صاحب یک کسی کود یک کسی همه زمان کود که انتخابات احمد حسن رئیسی و اولین دوره انتخابات مجلس همین مرکز تبلیغ هم او در گوشتی که من و مرحوم حافظ بشیر احمد همین مرکز یاد کتا ربط کوهوان همین جایی کرنده همین مصاحبه سان کت همو در مقیم بیتو همشه هنی مدرسه همو هستم شما او در کشته ما دانا و استاد و ما واز کو ما دو کجا همشان یعنی همین چو زگری دیتا همین چو متعصب تا اشی ما عشق تا دیگه نه گوشی بل ما صبر کو ده همشه فهم مسلمان تا
نی او دا هم زگری نی چی دیگه من ذهنم نیاید من نزانم زنده باد. واجهان ملک و میراث درستگی انفال بودتگن درستگی ملک اموال اسلامی قانونا چرا گرگ بودتگن زگریانی درست میں همبند بودتگن دبکا را ملک درو بودتگن زگریانی ارز کو ملک و میراث درو قبضه کتگن ارز کو در کور یکی یعنی هبگرام دوی میل از طریق اصلاحات ارزی برتگانتش یه دیگه جا گفتم دبکا رو تکانه مورا ملک هستا نه تو صحیح گه نه او شمار بیت هست راستی من از اون بها اکتگه یا نه بلکه شمار بیت راستی من بها بودتا من بها کتان انقلابم همشه هاو نی یا بر راستی نی همشی بیتا واجه امیر بشه مبتین بهتا مجا امیر جان دل پولو و تازانه سری دب کور نشتگت خدا بخش امساهیگا یه همین میچی همین ملک هم من نام گرگم پولک سر به دست راستا یه شی به حرام شانه بیتا همشی میچی کتا اصلاحات ارزی برده دومی همین دن برزاک هسته هنی مولوی چوکان بهربون کتا با کتا این شیحانی بیتا پرچی کریم بخشا مولا بخش چوکای چون ریاد کتا شیح نارضا بیتا تنگوره مولا بخش فرمایی کریم بخش شی انگار که آن گوشته که همین چون تو در جته بزیری نی کستا چوش همین ملک مولوی بورتگان ادای دان نیمزنی هنی زورتو چون تلاران گوشه ها تلاران توکی گوشه ها نام هنچینی بله هنی جاده همایی تو گوزی و مولوی چوکا مولوی که میته پیرو میردور را براته شما گوشه نمیتا بل کابز هستا پیش داشت مفتی مولی عبدالله چوک وفات بی آیون پیش داشت معتبرین کابز هم مرحوم حاج گلنات برا هستن تو انگه هستن زنده باتی بس طولانی بالخیر هنچه که وجه عزیزگاه لحظی ملکش برتا بله طولیگا پگانی نبورتا مولا علیه گش نبورتا شی گلابی گار من از آن کی دستم کجا دسته نی یه دوله مزانه کن زنده باد السلام علیکم دیوا. جون شما جوری دردی سلام میرمهیم. میال باشه. ایده یک جستی من هسته البته بلکه این جواب من کم کجانا ولی شاید شما بهتر بدانی. معمولا بلوچان در طول تاریخ تولرانسش این بردباریش گویه دیگه مذهبا خوب بود. مثلا ما دیگ در بلوچستان غربی سک هم شرقی سک بیته مثلا زایدانا بهایی بیته تا زمان انقلاب حداقل بهاییان و ایران شهر هستند هیچ که حاضر اذیتش نکرده. به چی آیا جامعه مردم عادی حساس بوده؟ نه مثلا بدشانسی یارده زیگریان یا مولوی عبدالله یه فتوا داده و مردمان شور انتصار اما من حالا مردم عادی زیاد این مسائلش اهمیت نداده. البته خب یه چیزی هم هسته مثلا بهاییان شیعیان گشته اذیتش کنن تا مسیحیان بخاطر که به هر حال بهاییان نزدیکتر با امانند تو اون فکر کنن که بهاییان یه نرافی مثلا مذهبی چه شیعه و چی نام خراب کنه. ممکنه به بلوچستان هم همین قضیه بیده اونا زیگری هم شما مسلمانه فقط کمی روش فرق کن. البته من ذکری هم به طور دقیق
زمانی برخوردم که یک تعدادی تم سوئد تقاضای پناهندگیش تا منم مترجمه تا آدی گوتنبرگ دومی شهر سوئد دانشجو تا اداره مهاجرت هیچ حیرانت یه دیگه چی فرمی هیچ اطلاعاتی نیستش در این مورد. من زنگ جد بیشتر اطلاعاتی چیزی هسته بیا ما رو بده. من والا تنها اطلاعاتی که من شما هسته شیئن که من یاد هست من مات به کدوبر کیسه یارته مات سربازی کیسه یارته که مذهبی بیده بلوچستان زیگری نامی تو شانش جده و پولده و گلیت دگانتش کشتگانتش لادیره. بله من گروه همی شوهازا همی مقاله یا مکی وانتگت حسین بوری من گفت بیا همچین چیزیه بله به فارسیه من وانتگشی بیا مار بیده مایده این ترجمه میکنم. نما همه شوهازا همه نمبر که یه مقاله هستد تو که من داتا هر حتما داتاش ترجمهش کرد و این کتابشون پر پاجنه دارن دوتا اینو گودا همه زیگیریان که یا تنگ پناهندگی شده تا آزاش داده شان کل مدرک کند نه بچه که یکی پیت شمشه خاند مدنی این مدرکان نامنگاریتند هم به دولت بریتانیا و هم به پادشاهان ایران که شکایتش کرده و شکل داریش کرده که ما را اذیت کنه ما را پناه بدهید و شما حمایت بکنید و شان نویه نوشتانکان هرچند که سخته ده ما کوشش کو که در حال به طور شفاهی نه اینکه کتبی بانانش رو با آمان بازگو بکنم و اداره مهاجرت که این مدرکان محتواش چیه موضوع دادم تشین یک مطور نکش پناهندگی دادم. بله همیشه دکتر عظیم واجه عزیز واجه امیر جعلا جست کرده سورپرایز چیه بی بلوچی. من شاید درگت اگه واجه بلوچ هستن یکی زبطی کم بکنتی و واجه از این اگه دیگه رندی مقاله یا تجدید چاپ کن گوڑا بلدیتی زیگری میوتی زیگری مهذبن نام شاعر میوتی زیگری مهذب من هنی وانانی یک دو سه چهار پنج گوشان گوڑا تو بگیری نه یک دو سه چهار پنج میوتی زگری مهذب ای هما قومی مهذب حکین داتگی پیغام بشر رکین ای هما قومی مهذب حکین داتگی پیغام بشر رکین هر شبا گوانکوی گوشید مارا ای گوهرگالین زگری گفتارا بهترین نیکی من جهان ایشین بد مکن آک مسری هوشین مهذب زگری می مزن شانین مهذب زگری می مزن شانین تربتی بنجاهین گلب شانین هر کشو کر و دامونی وشین در دل درین ای کلو نکشین هر کشو کر و دامونی وشین سردر درین ای کلو نکشین
دی بدند هر قوما وتی مذهب، هیل و آداب و پیروکی منصب. تربت پاکی کومراد گنجین، ساعت کن پلینی دلان رنجین. تربت پاکی کومراد گنجین، ساعت کن پلینی دلان رنجین. زگرین مارا قوم وشکامی، زگرین مارا قوم وشکامی. بلوچ شهد و شکرند نامی، کومراد بخشید شادی میران. گوشتگی درین گپ پتو پیران، چی گوشت پتو پیران. هر کسی بحث و تاله هموهن، دل جمع دیمپانی همی کوهن. عزیز دادیار گوشت عزیز